روزی خونین برای مردم غزه. اینجا تا ساعتی پیش منزل خانواده عدلو بود. دست کم 10 عضو این خانواده در حمله هوایی اسرائیل کشته شدند، از جمله 4 کودک. روشن نیست که چرا خانهشان بمباران شده است. اسرائیل میگوید تلاش میکند تلفات غیر نظامیان را به حداقل برساند. حماس و متحدانش را به خاطر پرتاب راکت از محلات مسکونی مسئول میداند. در تحول دیگر حمله اسرائیل به 2 ساختمان رسانه‌ای در شهر غزه جنجال برانگیز شده. این صحنه حمله موشکی به دفتر تلویزیون حماس الاقصی است. دفتر شبکه تلویزیونی القدس هم هدف قرار گرفته. 6 نفر زخمی شدند. یکی از آنها به گفته فلسطینی‌ها پایش را در بیمارستان قطع کردند. اسرائیل میگوید تجهیزات مخابراتی حماس را نابود کرده. منتقدان اما میگویند اسرائیل میخواهد صدای رسانه‌ها را خاموش کند. معلومه که این ساختمون محل اقامت خبرنگار است. پر نشونه و علامته. وقتی شنیدیم با راکت این ساختمون رو زدن حسابی شوکه شدیم. فوراً اونجا رو تخلیه کردیم. واقعا برای همکارایی که زخمی شدن متاسفیم. خود ساختمون هم خیلی خراب شده. در 5مین روز درگیری‌ها تلفات فلسطینی‌ها از مرز 60 کشته و 600 زخمی هم گذشته. حملات اسرائیل به جبهه نظامیان فلسطینی هم همچنان ادامه دارد. از گذرگاه رفح در نزدیکی مرز مصر گرفته تا اردوگاه پناهندگان جبالیا در مرکز غزه.